сарай хоб мехези хона медрои ки бояд падару модар табини нестай и як мушкилтарин ада дар ин сол. این رحیم جان کجا شد؟ چی در ویدیوات نیست؟ رحیم جان این جان جگر خسیمون الحمدلله همین پورات ته چشمشون کور میشه و برا هیچ نمیکنن ایسا به همین گرمی و بوی دیگ باشه کاری ندارم من کار خودم میکنم که اون کس بالای سر را کمند وعده نمیکنم فقط چی میگین بردن شبارو شما پیشنهاد نمیکنیم ولی با دردیم شکلی داره بله ما پاتیشکا یکی رحیم چی میگم بهترین برنامه داره صحبتو شروع میکنم مردک روی اکران ببینه خیلی خشن تعریف تاکید میکنه خیلی اکجا اومدن تو ای مهمونداری بله ای مهمونداری با همین خاطر در نوار یه لایک کمتر دریغ نداره 10 مینوت وقت برای تماشای وطن عزیز بگذارم که راحت که چشم تا پوش حس کن تری جو کی اومدگی. سلام و درود بر شما. در خانه هر یک اهل مسلمان قرآن وجود دارد اما بسیاری از ما خواندن نمیتوانیم به خاطر اون که با زبان عربی است. حالا باشد راه حل این معما را برای شما بیان میکنیم. کلام الله و ترجمه. کلام الله و ترجمه اولین بار در سال 2009 در جشن بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه در وطن عزیز چاپ شده است. این کتاب را تمام اهل عائله خوانده میتوانند. در 3 شکل نوشته شده است. بیا با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته میکشیم مثلا سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر قسم به زمانه که همان آدمی در زیان است. انا همین گونه 3 ودنام یعنی 3 بر 1 برای تمام اهل عائله. کلام الله و ترجمه. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تا صحت و خانه آباد هستین. امروز ما حضور داریم در وطن عزیز در طرف دهه رامید یعنی رامید با جایی که بسیار نفران میدونن جای دمگیری جای صورتی. امروز هیئت بلاگران تصمیم گرفتیم که یک روز خاطرمند بهر شما پیشنهاد کنیم. بهترین شخصیت ها در اینجا حضور دارن و طعامای خوبی ملی تاجیکی. با همین خاطر در نوار یه لایک کمتر دریغ نداره. 10 مینوت وقت برای تماشای وطن عزیز بگذارم که راحت که چشم تا پوش حس کن تری جو کی اومدگی. با همین خاطر دستگیری شما پیشروی ما رفتیم. دوستان عزیز الکه حیات شخصی کار آغاز کردگان چونون میبینیم هر یک از امروز متصدی در هر یک کار نفری که خدمت بهتری نگیره کرده سید و ثواب بسیار میگیره این کس باشه اکای فاروق جان یعنی فاروق نعمت که در یوتیوب با همین نام میشناسن مردم با فیلم های تربیت خوب. السلام علیکم. و علیکم السلام. پیریکور برای ریکورد در شما رحمت کلون اکجون میگن که همین پورات ته چشمشون کور میشه و برا هیچ نمیکنن ایسا به همین گرمی و بوی دیگ باشه اکو برای رفیقان چند که خدمت کنی کور نمیشه رفیقی با نمک باشه. سلامت باشه که فاروق جان امروز برای هیئت بلاگران یعنی چی تا پیشنهاد میکنی؟ یک دملما چیست تاجیکی چیست اوچگی دملما تیار کردید. در دملمه ما چی داخل میشه؟ کارتوشکا، سبزی، پیاز، کاپوست، گوشت، روغن، نمک، پمیدور همه چی هست. این ما میتونیم بگیم که اوقات 1001 میده شده یعنی تمام چیزا در همه خیلی خطر نمیکنه. سلامت باشین اکا پوری از حساب در خانه زنکلون بودن یاد گرفتگین یا این ای خوردی بود؟ حساب مهماندار بودن. حساب مهماندار؟ دوی ما در خانه که مهمان است همه چیز چشم آدم دید میشود. از همون حسابا؟ این گپا برای نرمال زندگی کردن این گپا گپا زنکلون زنکورد این گپا گپای میدونی چه خیلی هم کمپیر سجدن با هم آدمایی که همین گپا را میگن که من باور دارم شد همین خیلی نه بعضی نفرها در پشت اکران با همین خاطر دوستان عزیز یک چیز بس همی هر یک کدوم شما برسونم برادر عزیز دهنی دیگه محکم کرده سای هر چیزی که عیانه دیگر حاجت با بیانش نیست. ما چیزی که در حقیقت زندگی میکنیم همون را پیشنهاد شما کرده سیم این را میدونی لوبای نفر اوچام در پیش چگدون میمونه کو چوینک سیب سیاه که آبش تازه با همین خاطر بهترینه آجی انشالله جوش درونش بخشش امروز ما در کار تمام ما پسول نکی خود میشیم.
السلام علیکم وعلیکم السلام خنده یکا یخشه چخیره سلامتی خوبان نصرالله باید خوبان هم نمیگی خود ترسوندی ما بنا دوستان عزیز الحمدلله بسیار نوارا را تماشا میکردن میگفتن که دیگر دولت ها را معرفی میکنن داغستان و ترکیه و دیگر دولت ها نمیشه تاجیکستان نکنن. این امروز حضور داریم در وطن بیشتوسور، یکی از قسمت های دره رومید میگن که جای بهترین برای استراحت است، جای اولوی سمینی دوستی همه چی است. امروز هم مهمون برنامه ما حضور دارن اکا عبدالله جان که برادر عزیز گرفتیم ما بردیم یا بعد هوای وطن یک دو روز دیگر موندگی درجه خداوند قدماش نیک بگردونه با ان شاء الله با میره وای پای کار بروش. خواستم یک دو سوال شما تو اکا خوبی تیجی سلامتی خوبان نه شما پیش از همه سلام علیکم پاتریچکوی رحیم جان پاتریچکوی ما هم هست و ما هم همه جای یک سوالی که دویم در زیر کامنت ها می نویسن که این رحیم جان گجاشی چی در ویدیو نیست رحیم جان این جان جگر قسمون الحمدلله خیلی که اومدیم دوست باید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم کن امروز ما را ان شاء الله یک جای آورد که با واسطه اولش الله آخر الله خودش با واسطه رحیم جان چند برادر دیگه قتی این جا را میگه که عصب آرام میشوه اینجا شویتزاریا نیست اینجا را تاجیکستان جان میگن بله بله خوش اون نفری که خیلی وطن بیشتاسا داره باور که بشینه عصبات آرام میشوه در همون غریبی که تمام کارها هستن الحمدلله همه چیز مهیا لیکن یک چیز نمیرسه هم مهر وطن. عبدالله جان ان شاء الله باوری دارم که جو برای شما معقول شد، این جو برای شما بیگانه نیست. امروز هم خواستم که برنامه را به کل برادرها برسونم که الحمدلله ما وطن زیبا داریم. وقت ساعت رسید امروز ما در وطن حضور داریم. به همه توصیه میتیم این دنیا دو روزه یک روزش در زندگی کرده یک روز دیگهش در استراحت کنه. رحیم جان اینا همون چیزا راه در سفر بله اون مهر محبت وطن دیدی آخه بله بله اکا الله نگهبان باشه اکا میخزیم اکا میبریم بچه‌ها را پیش بینیم هم روشون اول پوسیک نه میرمونه که مرا همینجا به نهایت پسند اومد چی ده بگو ها خیلی کامیرا چه خودش یا نگاه کنه او روان نگاه به خس و خوشاب نیست آدمیت زیعیب و هنر پاک نیست بله خداوند هر گناه ما را ببخشه لیکن این جای خشیتون که عصب آرام شد میخوام که این همی جای همی اینجا ورزاب نیست یا با من جمشید سنگ داشته که اینجا رومی تا یا الحمدلله همینجا میگم یک کورپچه باشه خورم عصب آرام شود تمام اکا ها خطرناک کمی رو خیر رفتی بریم اکا بسم الله جون ما شما را همچون برادر خونگیم ما بسیار خرسندیم که امروزه با چند برادر دیگه پیدا شدیم ما گمان میکنم که هر اون نفری که خودت همنشین هستی ما به شک شبه قطعی ما برادری میکنیم بله دوستان عزیز به همین خاطر تعریف کننده برادر این خود برادر ای اینا انشالله که امروز بنده بسیار شخصیت ها حضور داره اینا از اون جمله برادر عزیز ما اکا معروف جان سلام علیکم بشی اکا این مردک روی اکران میبینه خیلی خوشا تعریف اکران چخیلی اکا جو بیزنس چخیلی خیلی بشی اکا دلچو جان سلام علیکم خوبی اکا نه قبول شما کارکو خوبن اکا دلچو جان سلامتی ها زندگی ها خوبن یک کمانویت خدا برای برادران عزیز سلامت باشه رحمت اول برای دعوت بسیار خرسند شدیم که امروز این نگاه امروز همین برادرای قدردان در همین و رومید قرار داریم بسیار جای نقض اینجا با خوراک کتسیم اینجا نصیب باشه شدیم صحبت داریم صحبت دوستانه ما پاتریچکوی اکا رحیم چی میگم بهترین برنامه داره صحبت ها شروع میکنم ما تماشا میکنیم استراحت میکنم باور کنید زنده باشه کانال ما رو فراموش نکنه قربان نعمت بله چون که هست کانال برادر عزیز داریم دستگیری کنین دستگیری شما پیشروی ما ان شاء الله یک سوال دیگه دارم اکادیل شو جان در زندگی از همه روز مشکل ترین تون برای که برنامه ما فقط حیات و روزگاری هر یک شخصیت است ممکن که همه بگه که دلشو در زندگی یگان غم و درد نداره فقط میخنده چهرهش خندون مثال بعضی نفرها هست در دوره خیال میکنه که دلشو همین خیلی درد نداره زندگی پشت پردگی شما در از همه روز وزمین ترین کدام روز برای شما کرد از همه روز وزمین ترین وقتی که در پهلو سر خوب میخیزی خانه میدروی که باید پدر مادر تبینی نیست این یک مشکل ترین ده به این سال
شکر خدای ما هستم دوبوی ما همیشه می ساریو میخزیم هستن که حتی تصور کردن همه چی را وقتی همه چی را در من نقل کردم میگه که با پدر خرسند بودم بی‌وفایی کرد عمر مهر بر مادر نهادم یافت مادر هم وفات. بله. بهترین شخصیت ها در خاندان ما پدر و مادر ما با همین خاطر گفتم. این میای مشکل ترین در انسانیت که این وقتی که سحر خواب میخزی بله. وقتی خونه پدر مادر میداره که بینم شتگی هم صحبت دارن یا داشتون بگیم میبینی که در خونه نیستن. سلامت باشه. برای همیشه پدر مادر احترام کنه خداوند همیشه در بالای سر ما و شما باشد پدر مادران زنده باشه همه شما رو من دوست می‌دارم پادشاه گرامی قدری اکای رحیم پروداکشن باشه اکای دلشور جان الله برکت ونسه زنده باشه سلامت باشه ای طرف دستی چک من اکای دلشور جان بود ای طرف دستی راست ما اکای ظهور جان طرف دست راست میشینه اگه معرفی میکنی که نمیدونم دستی کدومشو بردارم ما هم طرف دست راسته دستی راست ششتن پابیدیتل سر طبقه سلامت باشه اکای خوب اکای ظهور جان سلامت باشه شما اومدی بابا تنوی ما خوش باشه الله نگهبانت باشه چی گفتنی برای برادران عزیز همیشه سربلند باشید آباد باشید دوی ما دوگوییم که هر جایی که باشید در یاد وطن باشید پدر مادر را فراموش نکنید همین برادرها رو دویم سرجم باشید دیگه چی میگه سلامت باشی یک سری اساسی تا گپ زن اکای ظهور جان که در زندگی موفق شدگی نیستی در زندگی موفق شدگی نیستم بله که همو کار تلاش کرده موفق شدگی تا نه موفق شدگی نیستی هست نفرایی که در زندگی ریسک میکنن لیک موفق نمیشوند دیگر دویم باره روح افتادن نه شکرانه خدا فکر میکنم نیست چیزی که موفق نشده باشم هر نیت آرزویی که کردم تا اینو زینه با زینه شکرانه خدا موفق شده رفته است برای چی بعضی نفرها میگن که ما کردم اوبید کدیده فایده ندید اکثریت شخصیت وابستگی از خودش میکنه زندگی قین از زندگی کردن قین با چه خاطر که مبارزه بردن در کار با هر کاری که مبارزه بردی فکر میکنه موفق میشوی در زندگی است کدام کار پشیمونی پشیمونی هم نداریم شکرانه خدا زندگی خوب است یگان کار تا پشیمون نداری نه کاری نکنیم که پشیمون شویم مقصد این زن کلون ایست چی اگه ایش فکر میکنم اینم هر کس نمیتونه کرده موفقیم در این سوال این یک سری بیزنس ه درش هم موفقی سلامت زنکاولی ندارم من کار خودم میکنم که اون کس بالای سر را کمند وعده نمیکنم مثلا خودم اوست میکنم خودم با او یک کس مرا فرمان نمیده تو میخزن که من کار کردگی هیچ تا موفق سلامت اکا قربان جان سلام علیکم خوبی اکا تنجی اکا قربان نعمت شخصیتی که یوتیوب کانال داره شاید که بسیار نفرها نشناسن با کدام خاطر که در روی اکران در صحنه‌های حجمی بسیار شخصیت‌های هستن اشتراک میکنن هیئت گروهی هم میاد نه که امروز بنده اکا قربان جان شما در اکا قربان جان چی گفتنی برای برادران عزیز می‌دونم که همیشه سلامت باشن خدا اونم باشه با نگهبان باشه که یک روز خوب تشکیل کرده و همه برادران اومدن شدیم سلامت باشه که هزار رحمت می‌نداریم از اومدن تا مهمانداری بله ای مهمانداری تشکیل کننده همین کار همین که طول 3 ساعت ما انتظار کشیدیم سلامت باشه خدا نگهبان هر کی ما و شما باشه سلامت باشه جای باشه سلامت باشه هزار رحمت دوستان عزیز همراه شما خیر خشنه میکنیم چون که برنامه ما ادامه داره فقط ما را همسفر باشین پیگیری کنین رفتیم برنامه نگفتن چی نام داره که راه در سفر یعنی سفرهای ما در خارج هم بود امروز ما خواستیم که از گوشه‌های وطن برای مردم معرفی کنیم که دیگر جا میره میگه چی با بیگانه پرستی میکنه نه وطن خود امروز میبینیم که وطن خودمون چندین نفر دیگه چندین نفر دستگیری میکنن به همین خاطر فقط از شما دستگیری ما پیشروی راه در سفر راه در سفر راه در سفر این راه ما سفر گرفتیم پیش فوتبال کار ها رومی اینا ایشون ترافرتی ما ترافرتی راه در سفر بله این در ترکیه رفته گیریم ما ترکیه داغستان بسیار دولت ها الحمدلله گشتیم از اون جمله رسید هم برنامه‌ای هم خود داشته به این خاطر امروز در وطن بیشتر خود ما راه در سفر صحبت در دره رومی برادران عزیز الحمدلله اکاجان عزیز ما الکی قریب اومده شده اینا بگیرم ایجا اومده شد
دیگه قسمتی برداشتن دارن. بله اگه همین چینی میآوردی معروف جون کو ها بولیون نگرفتیم. او اما تا ها یو ای ماشاءالله. انا حالای اینجا ده که حالا حالای که وصلت نه اینا اونجا برو دیگه شو بیا ها ماشاءالله ای انا ایشا ما جوی بوچ ها او کپوس تو میشود ماشاءالله برادرها ای ویدش معلومه که انشالله رزولتات داره یا و انشاءالله او کارتشکاش دورا سارو کارتشکا بیرون شده بله بله شید بافتیم چور لگن بس های ها ساده دوستان عزیز این الحمدلله تیار شد فقط چی میگیم بردن برای شما پیشنهاد نمیکنیم ولی با دردی شکلی کنی داره بله 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 انا دوام داره.